سلام قربون. السلام علیکم. قربون شما. تسلیت عرض می‌کنم. تشکر از محبتتون. خدا اموات شما رو بیامرزه. سر مزار همرزم شهیدتون هستید. کی این خبر بهتون رسید؟ 3 روز پیش. خیلی زحمت کشید. خیلی شجاع بود. خدا رحمتش کنه. خیلی آموزش داد. خیلی شاگرد داره. شاگرداش خبر ندارن. اگه شاگرداش خبر داشته باشن حضور پیدا میکردن. شجاعی بود. وطن پرست، مسلمان، متحد، معتقد به نظام و ارتش. تلاش زیادی زمان جنگ کرد و من واقعا متاسفم که به این صورت مظلومانه مراسمش برگزار میشه. به هر حال نیرو دریایی تلاش کرد. واقعا خدا حفظ کنه پرسنل با محبت نیرو دریایی رو که توسط حمایت‌های امیر سیاری اقلا مراسمی گرفتم، ولی ایشون خیلی زحمت، خیلی آموزش به نیروها داد. به هر حال خدا رحمت کنه همه رفتگانو. تشکر از محبتتون که اقلا یاد ایشون هستید و به هر حال تو مراسم شرکت کردید. خدا حفظتون کنه. خدا رحمت کنه همه رفتگانو. خدا رحمت کنه همه شهدا رو. ایشون هم شهیده، واقعا شهیده. خاطره ای از زمان دوران دفاع مقدس به یاد دارید با ایشون؟ خاطر زیاد داریم. ما ایشون از قدیم میشناختیم، ایشون از سالهای پیش میشناختیم و تو زمان جنگ فقط میدونم که ایشون هیچ وقت تو خونه نبود. همیشه میومدن سراغش و میبردن برای آموزش. یکی از کماندو قواسای قدیمی و شجاع و با محبتی بود. انسان بود، خیلی با روحیه بود، روحیه خوبی داشت. من آخرین بار رو ایشون دیدم در عملیاتی بود در اهواز، قبل از فتح فاو بودش و ایشون اونجا پرسیدم رمان چی کار میکنی؟ اینجا کجاست؟ چرا اینجا هستی تو؟ گفت داره آموزش میدم به سر پرسنل برای قواسی. عملیات زیادی شرکت کرد. مجدد تسلیت عرض میکنم. تشکر از محبتتون، لطف کردید. انشالله که خداوند شما رو حفظ کنه. شما باز تلاشتون اقلا این لحظه ها رو ثبت میکنید که برای بازماندگانش بدونن که بالاخره یه تعدادی هستن که قدر زحمات بدونن. متشکرم از محبت.